تو ویدیوی امروز میخوایم راجع به عجیب ترین کشور دنیا صحبت کنیم. کشوری که انگار دورش رو دیوار کشیدن و با دنیای بیرون هیچ ارتباطی نداره. جایی که چیزی به نام اینترنت هم وجود نداره. تلویزیون فقط چند تا شبکه محدود دولتی داره. ساعت خوابیدن و بیدار شدن شغل آدما و مدلاشون و لباساشون رو به صورت اجباری انتخاب میشه. احتمالاً تا الان حدس زدین منظورم کدوم کشوره. میخوایم درباره کشور کره شمالی صحبت کنیم. ما با هم ببینیم مردم اونجا به چه شکل زندگی میکنن. ولی تا بریم سراغ ویدیو حتما قبلش کانالمون رو ساب کن و زنگوله بغلش رو حتما بزن. خب اگه بخوایم از اول داستان بیایم بگیم کره چی بود و چی شد چندین ساعت طول میکشه. اما خیلی خلاصه بهتون بگم که چی شد که اینطوری شد. قبلا یک کشور متحد بود کره شمالی و جنوبی هم وجود نداشت و تحت فرمانروایی امپراتوری کره یعنی همون جمونگ و فامیلش هاش. ولی تو سال 1283 شمسی ژاپن اومد بهش حمله کرد و این شبه جزیره جزء امپراتوری ژاپن شد. بعد از اینکه ژاپن تو جنگ جهانی دوم شکست خورد، شوروی قسمت شمالی کره و آمریکا قسمت جنوبیش رو تصرف کرد و اینجوری بود کره شمالی و جنوبی کم کم مطرح شد. قسمت شمالی تحت تاثیر شوروی طرفدار کمونیسم و این داستانا شدن و قسمت جنوبی چسبیده بودن به آمریکا. هر جفتشون میگفتن کل کره برای ماست. تو سال 1329 وارد جنگ شدن و نه با هم جنگ کردن. بالاخره تو سال 1332 گفتن آقایون دعوا نکنید. یک دیوار وسط کره کشیدن، گفتن شمالی رو بچسبن به شوروی. جنوبی هم برن دنبال آمریکا ببینیم کجای دنیا میخوایم بگیریم. نتیجهش هم که میدونید دیگه، یعنی دیوونه‌ای به نام کیم اون جونگ رئیس جمهور کره شمالی شد و گفت ما باید خودکفا باشیم. به اسم خودکفایی رسما کشور رو به یه پادگان بزرگ تبدیل کرد. اما بریم سراغ قوانین عجیب و غریب این پادگان که دونستنش همیشه برای مردم جالب بود. همونطور که گفتم کره شمالی یه پادگان بزرگه و همه چی تو این کشور اجباری، حتی مدل مو. اینجا مردم نمیتونن مدل موهاشون هر چی رو دوست دارن مثلا باسکات اینا بزنن. برای آقایون فقط 28 تا مدل موهه که از طرف دولت هم باید تایید بشه و مردها هر بار که میرن آرایشگاه باید یکی از این 28 مدل رو برای موهاشون انتخاب کنن. بلندی موهاش هم نباید از 5-6 سانت بیشتر باشه. هیچ کس هم حق نداره موهاش رو مثل رهبر کره شمالی اصلاح کنه. وگرنه مو که هیچی، کلاً سرش به باد میره. حتی رنگ کردن مو. رنگ مو هم تو کره شمالی ممنوعه. تو این کشور هیچ کس حق نداره موهاش رو رنگ کنه، مخصوصا رنگ بلوند یا رنگ زرد عقدی، چون میگن مو رنگ کردن یه کار تجملاتی و برای غربی هاست. اگه کسی سرش رو رنگ کنه میگن خودش و اون آرایشگری که موهاشو اینجوری کرده رو وردارن بیارن اعدام کنن. فقط کسایی که موی سفید دارن مجاز هستن مشکی کنن. بقیه رنگ ها ممنوعه. تو کره شمالی لباسای مردم هم اجباریه. پوشیدن دامن کوتاه برای خانم ها ممنوع. شلوار جین کلاً ممنوعه، زور، چون نماد آمریکاست. اونا تو یک نیروی پلیس مخصوص لباس هم دارن که وظیفش تذکر دادن و دستگیر کردن آدمایی که لباس غیر مجاز میپوشن. ولی پرسینگ بینی و ناف و این چیزا جرمه، چون اینا هم نماد کجاست؟ آمریکا. اینترنت تو کره شمالی کلاً ممنوع و یه جورایی وجود نداره. مردم اصلاً نمیدونن وای فای، دیتای گوشی و اینترنت هم تموم شد و اینا چی هست. گوشی هوشمند، لپتاپ هم کلاً هیچی. کره شمالی اینترنت داخلی داره که دانشجوها تو دانشگاه باهاش میتونن به یه سری سایت‌های محدود دولتی دسترسی داشته باشه. تلویزیونش هم کلاً 3 تا کانال داره که اونم دولتی هستن و اکثراً داره اخبار دروغ راجع به قدرت و اقتدار کره پخش میکنه. مردم دستگاه دیویدی و پخش فیلم دارن، ولی فیلم‌های خارجی هم ممنوعه. فقط اونایی که تو شمال کشور نزدیک چین زندگی میکنن میتونن قاچاقی چند تا فیلم از چین وارد کنن و ببینن. ولی همون هم اگه لو بره مجازاتش خیلی سنگینه، چون مردم انگلیسی بلد نیستن و سختگیر رو فیلم‌های آمریکایی هم کمتره. ولی کسی فیلم ساخت کره جنوبی نگاه کنه حکمش اعدام، چون دولت میترسه مردم از روی فیلم‌ها بفهمن تو کره جنوبی چه خبره و بقیه دنیا داره چی میگذره و سالهای غیر مجاز تو ذهنشون ایجاد میشه. شاید فکر کنید تنها لذت مجاز تو کره شمالی خوابیدنه، ولی بعد بهتون بگم اشتباه میکنید، چون حتی خوابیدن هم اونجا اجباریه. هر شب ساعت 9 شب برق کل کشور قطع میشه و همه باید بندراست ساعت 6 صبح هم از بلندگو سطح شهر صدای شیپور و این داستانها میان تا همه بیدار بشن و برن سر کار.
تو کره شمالی مردم حتی تو سفر رفتن هم آزاد نیستن. سفر خارجی که کلاً تهش گرده. هر کسی بخواد از کشور فرار کنه اعدام. برای سفر داخل هم شما باید مجوز بگی. اینطوری نیست که آخر هفته جمعش بگی کجا بریم شمال. کسی بدون مجوز بره سفر سر اولین نیست. بازرسی دستگیر میشه و یه قانون عجیب دیگه اینه که هر کسی حق نداره تو شهر پیونگیانگ پایتخت این کشور ساکن بشه. کسی بخواد به پایتخت نقل مکان کنه باید درخواستش رو کتبی اعلام کنه. اگر نظر سطح درآمد و تسهیلات و مفید بودن اون فرد برای جامعه صلاحیت زندگی تو پایتخت رو داشت بهش مجوز میده. اگه به کره شمالی سفر کنید که توصیه میکنم هیچ وقت این کارو نکنید، یه چیز عجیب همون اول توجهتون رو جلب میکنه. اونم این که قبل از اینکه این نکته رو بگم یه لایک به افتخار خودت بزن. ممنون. خیابونای این کشور شدیداً خلوته. حتی تو پایتختش که بزرگترین شهرش هم هست از شما کم ماشین میبینی و فکر میکنی به مردم چقدر به محیط زیست اهمیت میدن که ماشین ندارن. ولی داستان ربطی به محیط زیست نداره. اونجا اصلا کسی حق نداره ماشین داشته باشه. تو کره شمالی فقط مقامات دولتی میتونن رانندگی کنن. حق اینو دارن. اونم فقط آقایونشون. بقیه با مترو و اتوبوس و دوچرخه رفت و آمد میکنن. حالا اینکه خوبه اونجا تلفن زدن هم آزاد نیست. مردم تلفن ثابت دارن و با اینکه کنترل میشه میتونن ازش استفاده کنن. ولی هیچ کس حق نداره با خارج کشور تماس بگیره. فقط تماس داخلی مجاز. تو سال 1386 یه مرد به جرم تماس با خارج از کشور جلوی چشم 150,000 نفر اعدام شد. کلاً اصلا شوخی در کار نیستا. شاید باورتون نشه ولی تو کره شمالی چیزی به نام عید و کریسمس و ولنتاین اینجور بازی ها هم نیست. عیدشون 26 فروردین، روزی که اولین رهبر بنیانگذار کره شمالی به دنیا اومد. ایشون هم سالگرد مرگ همین یارو یعنی 18 خرداده. هر سال تو سالگرد مرگ رهبرشون عزای عمومی و همه اجبار هم باید ناراحت باشن و گریه کنن. الان اعدام تو کره شمالی حتی چرت زدن تو محل کار هم جرمه. اگه کسی سر کار خوابش ببره یا خمیازه‌ای بکشه ناخواسته اعدامش کنن. فرقی هم نداره که باشه. مثلا همین چند سال پیش رهبر کره شمالی توی جلسه داشته سخنرانی می‌کرده، دیده وزیر دفاع خوابش برده. گفته دارم حرف میزنم. تو با چه جرأتی گرفتی خوابیدی؟ خلاصه اون بدبخت رو به جرم چرت زدن، بی احترامی به کیم جونگ اون به بدترین نحو اعدامش کردن. حالا که دارم فکر میکنم واقعا باید خدا رو شکر کنم که توی ایران به دنیا اومدم. واقعا عجیبه ها. ولی مردم کره شمالی حتی اجازه انتخاب شغل هم ندارن. وقتی بچه مدرسه رو تموم میکنه، دیپلم رو میگیره باید بری سربازی. چند ماه چه برو بالا مردا 11 سال، خانوم‌ها 7 سال باید برن سربازی. بعد از اون باید منتظر بمونن تا دولت براشون شغل تعیین کنه. و مردم آزادی ندارن که هر کسی هر کار دلش خواست انجام بده. خونه بخره مگه. بعد از یه مدت واسه اون فرد شغل تعیین میشه و تا آخر عمرم باید همون شغل ادامه بده. تا بمیره میخوان کار عوض کنن استعفا میدم و این داستانا نداره. باید بری انجام بدی. اجباریه. حالا دولت بر چه اساس شغلا رو تعیین میکنه؟ بر اساس رشوه. هر خانواده‌ای که بیشتر رشوه بده شغل بهتری گیره بچه. ممکنه شاگرد اول یه مدرسه کشاورز بشه. اون وقت شاگرد تنبل همون مدرسه بشه رئیس کارخونه. اما یکی از خودخواهانه ترین و اعصاب خرد کن ترین قوانین کره شمالی اینه که همه شهروند این کشور باید عکس رهبر کره شمالی رو بزن به دیوار خونش. اگه خونه کسی آتیش بگیره اول از همه باید عکس‌ها رو نجات بدن. 2 سال پیش خونه‌ای که تو کره آتیش گرفت و خانومه به جای اینکه اول عکس رهبرا رو نجات بده جون 2 بچه کوچیک رو نجات داد و عکس رو سوختن. فکر میکنی چی کارش کردن؟ دستگیر شد و فرستادن اردوگاه کار اجباری. گفتن حتی بچه‌هاش هم حق ندارن از بیمارستان و خدمات درمانی و سوختگی و این داستانا استفاده کنن. اما بدترین و غیر منطقی ترین قانون کره شمالی اینه که اگه کسی مرتکب جرم بشه تا 3 نسلش رو میفرستن اردوگاه کار اجباری. یعنی یه نفر خائن به کشور یا مجرم سیاسی شناخته بشین کل خانواده به چخ سگ میره.
و حتی نوه های اون فرد هم همونجا به دنیا میان و بزرگ میشن. خب اینم از عجیب ترین قوانین کره شمالی. حالا اگه دوست دارید بیشتر راجع به این موضوع میخوای بفهمید، میتونید کتاب فرار از اردوگاه 14 روح من و آکواریوم پیونگیانگ رو بخونید که هم به اطلاعات افزوده بشه و همین که بفهمید که قوانین دیگه کره شمالی چی و چی داره اتفاق میفته. حالا به نظر شما کدوم قانون از همه بدتر؟ ممنون از اینکه همراهمون بودید. اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید. فراموش نکنید چنل ما رو داشته باشید. اگر هم تا الان این کارو نکردید همین الان ساب کنید. زنگوله رو هم بزنید تا جز اولین نفراتی باشید که از ویدیوی بعدی ما با خبر میشید. اگه 2 ویدیو قبلی ما رو ندیدید همین الان ببینید. تا ویدیو بعد هم خداحافظ.